خب دوستان سلام، وقتتون بخیر باشه. بالاخره با کلی مشقت و سختی هم که شده تصمیم گرفتم که امشب رو اختصاص بدم به اولین آموزش اسکچمون و متاسفانه من هنوز پایه دوربین نخریدم که بخوام موبایلمو بهش وصل کنم و صرفا یک درس اولیه و ساده رو میخوام بهتون آموزش بدم. تمرین امروز هم تمرین خط و دایره هستش. برای خطوط بچه‌ها شما باید خطوط با کیفیتی ترسیم کنید و اینکه مثلا ما صرفا یه خط رو اینجوری بخوایم خیلی شانسی بخوایم بیاریم یا اینکه بخوایم یه دایره رو بخوایم به این صورت مثلا همینجوری بهشون میگیم خطوط پشمالو. اگر بخواید به این صورت بیارین دایره ها رو یا حتی خط های منحنی رو مثلا اینجوری بخواید بیارین، این خط های بی‌کیفیتی توی طراحی صنعتی محسوب میشن و ما تا جایی که میتونیم این کار رو انجام نمیدیم. ارزم بزرگتون که شما برای استارت موضوع بایستی خطوط و دوایر با کیفیتی داشته باشیم. اینکه مثلا این سری خطوط رو ما بخوایم حالا به صورت پشمالو در بیاریم، مثلا منحنی و بعضیاتون شاید به این صورت بکشیم، یعنی به صورتی که چند بار از روش رد بشه و خطوط پشمالو هستش اصطلاحاً، این خطوطی که چند بار روش میکشیم تا اینکه شکل در بیاره. دایره رو بخوایم اینجوری حدودی در بیاریم، این توی طراحی صنعتی یا طراحی خودرویی که ما داریم این به درد نمیخوره. یا سری خطوط‌های شانسی که ما بخوایم اینجا استفاده کنیم و اینا هم به درد نمیخوره. خطوط شانسی یعنی چی؟ یعنی که من یهو از اینجا تا اینجا یه خطی بکشم مثلا بدون هیچ کنترلی روی دستم. خب چجوری از کجا باید شروع کنیم؟ اینجوریه که شما برای شروع تکلیفتون اینه که خطوط رو به صورت صاف و حساب شده میکشیم. خب احتمالا من الان لنزم رو روی واید گذاشتم و احتمال داره اینا رو کج نشون بده. دوباره مثلا خط بعدی رو میخوایم بکشیم، خط بعدی دوباره به این صورت. خب براتون شاید سوال باشه که خب چجوری ما اینو بخوایم در بیاریم به هم راحتی. یک سری اصول اولیه داره که اونها شما رعایت کنین اوکی میشه اوضاع. اصول اولیه به این صورتی که شما هیچ وقت اینجا آرنج رو به عنوان مرکز ثقل طراحیتون در نظر نگیرید، اینجوری نکشید. من که بخوام خط صاف بکشم نمیام اینجوری بکشم، خب این باعث میشه که کج بشه ناخودآگاه. ببینید خطوط تمایل دارن و از شونتون به عنوان مرکز ثقل استفاده کنید و این دستا ثابت باشه، مچتون این دستاتون هم ثابت باشه و شونا حرکت بدین. اون میزی هم که شما میشینید سعی کنید میزی باشه که روش تسلط داشته باشید و همچنین فضای اوکی داشته باشین، توی جای تنگ نشینید مثلا خط صاف رو اینجوری بخواید بکشین به درد نمیخوره. و این برگی هم که باید بگیرید برگه آسه هستش، به لوازم تحریریا همه جا دارن، لوازم هنریا و همچنین مداد هم که حالا فعلا برای شروع مداد ساده کافیه. من با گرید 6B گرفتم که یک مقداری تیره تر باشه. اگر میتونید بیشتر پرداخت کنید مداد پلیکروم میتونید بگیرید، پلیکروم خیلی بهتره و خود کمی گرونه، ولی که هم میخوایم برای شروع با هم مداد اوکیه تمریناتتون رو انجام بدید، ولی خب شاید باز برای ادامه لازم باشه که پلیکروم بگیرید. عرضم بزرگتون شما که آقا داستان اینه که ما باید تسلط روی خطی که میکشیم داشته باشیم. خب این تسلط به این صورتی که من میدونم قراره کجا خطوطم بره، چه بخوام مثلا خطوط مورب بکشم، چه خطوط صاف بخوام بکشم یا حتی بخوام کرو بکشم. ولی فعلا ما بحث ما مربوط به خطوط صافه. بعضیا برای شروع این کار میگن که برای شروع شما یک مسیر فرضی رو بخواید با مدادتون بکشید، ولی حساب شده، یعنی ذهنتون بدونه قراره این مسیر از کجا تبعیت کنه.
این مسیر رو شما میکشید و با فکر حساب شده این کار رو انجام میدید و من پیشنهادم که برای بار دوم هم خودتون مداد رو بیارید روی همین مسیرها دوباره بکشید، یعنی خیلی حساب شده تر انجام میشه. اینجاش من دادم چه حرکتی زدم. آره احتمالا یعنی چه کاری کردم. شروع این خطوط رندوم رو به کشیدن، یعنی هم کرو توش هم خطوط. و برای شروع دایره هم سعی کنید که همون اول فکر نکنید که حتما باید دایره دقیق و با مقیاس درست حسابی باید بکشید. همین که دایره شما یک چیزی باشه که شبیه دایره باشه کافیه. و ما اصلا توی فری هند اسکچ ها که داریم طراحی دست آزاد اصلا چیز به نام مقیاس و دقت و چیزا نداره. و عرضم به حضورتون که این از این. خب برای دوایر ما این پس تمرین اول خطوط بود و تمرین دوم مربوط به دوایر ابتدایی هست. و کاری که باید بکنیم که سعی کنید یک چیز حالا بیزی یا دایره هر چی که دلتون میخواد بکشید. خب و نکته که داره سعی کنید اون جایی که شما شروع میکنید به دایره کشیدن نقطه استارتش با نقطه پایانش یکی باشه. خب یعنی این دوتا به همدیگه برسن حتما. اگه من دایره بکشم که اینجوری بشه سعی کنید یک بار دیگه تلاش کنید، مثلا اینجوری گم میشه و دوباره میاد سر جاش. خب دوباره من انجام میدم. خب دوباره دایرم توی یک محدوده. نگاه کنید خطوط شروع انتهاش یکی و حتی اگه به انتها و شروعش به هم دیگه برسن اشکال نداره شما یک دور دیگه هم حتی دایره بکشید. و فکر نکنید که اینا زشته یا مثلا نمیدونم باعث ضعف. اسکچ اصلا بخشی از زیباییش با همین اشکالات شما اتفاق میفته. همین که یک جاهایی شما یک سری سوتی هایی حتی توی اسکچ داشته باشید و این باعث زیباییش حتی میشه. پس فکر نکنید که قراره یه چیز خیلی دقیق بکشید. پس اینم شد تمرین دوم ما برای دوایر و اینم تمرین اول برای خطوط. این دوتا خیلی بیسیکه و من میخوام گذر کنم و ازتون میخوام این رو حالا یک چند تایی انجام بدیم. و در کل پیشنهادم که وقتی که برگه آسه میگیرید زیرش یک دو سه تایی بذارید. چون مثلا من الان اینجا کم گذاشتم احتمال داره که اون خطوط هم مثلا کم اون تکسچر بافت میزم منتقل میشه به کاغذ. یک دو سه تایی بذارید که خطوطتون صاف تر بیاد. خب تمرین سوممون مربوط به خطوطه که سعی کنید همون خطوطی که شما کنترل شده انجام میدادید سعی کنید با یک سرعتی، با یک نظمی، با یک ریتمی اینها رو پیش ببرید جلو. قرار نیست چیزی مثل خط کش باشه که بگیم واو عجب چیزی، هم که این خطوط صاف تلقی بشه در نگاه اول کافیه. خب و اگر بخواید این رو پیشرفته تر انجام بدید، یعنی همین تمرین 3 رو بخواید پیشرفته تر بهش میگم 3 پریم، همین تمرین 3 پریم رو بخواید انجام بدید به این صورته که شما سر و تهش یک نقطه میذارید، یک پوینتی میذارید اینجا و اینجا. خب اینجوری خب ذهنتون منظم‌تر میشه، میدونه که از اینجا باید شروع شه، از اینجا باید تموم بشه، این خط باید اینجا برسه. و شما شروع میکنید به کشیدن یه خط از اینجا تا اینجا. فقط قبلش اشکال نداره شما 2-3 بار حتی دستتون بین مستی بخواد حرکت کنه و حتی اشکال هم نداره که دست من قبل و بعد این نقطه رو بخواد خطش رو بکشه، هیچ اشکالی نداره. مثلا من الان میام تمرین رو میذارم به صورت حدودی، حالا نه اینکه بخواد اونقدر خطا بره، نه اونقدر بخواید وسواس بزنید رو کارتون. از اینجا رد شد رسید تا اینجا و این رو به صورت چند تا انجام بدید. دوباره اینا که انجام دادید برای اینکه
یک صرفه‌جویی توی مصرف کاغذتون داشته باشید. تمرین 4 هم در ذیل همین موضوع اتفاق میفته و تمرین 4 که دوایر منطبق بر یک سری منطق خیلی ساده. خب ببینید هم دایرهایی که شما میکشیدین که مثلا ما حالا سعی میکردیم یه چیزی شبیه دایره بخوایم اینجا بکشیم، حالا یا بیزی بخواد باشه هر چی بخواد باشه، اینا رو من میارم توی همچین چارچوبی، یعنی برای خودم تعریف میکنم که سر و ته دایره هم باید همینجا باشه. شروع میکنم به دایره. خب این دایره ها رو میکشید، حتی این ردیف ها رو هم پر میکنید. اگر خواستید دایره بزرگتر بکشید، یعنی سر و تهش اینجا باشه، دوباره دایره ها رو توام بکشید. حالا در حدی که خودتون بفهمید البته دارید چی کار میکنید دیگه. خب یعنی خیلی توام نباشه. اگر هم کاغذ به اندازه کافی دارید، مثل ما اینقدر در تنگنا و محدودیت کار نمی کنید که اوکیه و رو کاغذهای جدید بیایید اصلا دوایر رو و خطوط انتها و ابتداش رو بذارید و به این صورت مثلا دونه دونه بخواید دایره رو بکشید و اینها رو شما بهتره که توی کاغذها انجام بدید. حالا یک سری کاغذهای چک نویس مثلا بدون خط میتونید داشته باشید، رو اونا تمرین کنید، چون اینها تمرینه و اسکچون خب قاعدتا شروع نشده فعلا. حالا اشکالی نداره که بخواید خیلی هزینه نکنید برای این مرحله. پس من دوباره یک مرور بکنم. درست. خب تمرین اولمون خطوط با ذهن هدایت شده دیگه به اصطلاح، یعنی میدونیم چطور باید اون خط رو ادامه بدیم. تمرین دوممون مربوط یک سری چیزای کروی شکل و حالا بیزی، دایره، فقط هر چی که حالت کروی باشه رو بکشید و نکته انتها و ابتداش رو رعایت کنید و استپ بعدی این که یک سری خطوط رو همونجور شما بخواید صاف بکشید و استپ بعدی تمرین حتما این 2 تا گذاشتم و استپ بعدی هم به این صورت باشه که شما نقطه سر و ته میذارید و خطوط رو میاد میکشید و برای اینکه حالا صرفه جویی بشه دایره هاتون هم همین تو در میارید. این از این. فقط میگم اونقدر شلوغ نشه که منم نتونم متوجه بشم. برای اینکه خودتون بخواید تصحیح کنید، چون همیشه که کسی بالا سرتون نیست بخواد تصحیح کنه مثلا اینجوری اونجوری، اگه خودتون میخواین تصحیح کنید کافیه همین برگه رو چپش کنم. خب اینو من چپش کنم تا حدود زیادی ایراده کارم در میاد. مثلا میدونم که این مورد زیادی کرو شده، اینم همینطور. خب و این طبیعیه، شما هر چقدر که بیشتر برگه بیشتری پر کنید طبیعیه که صافتر میشه خطاتون. مثلا برای برگای اولی مثلا میبینید که اینجوری شده، حتی بعضا اینجوری میشه، ولی کم کم که پیش برید خیلی راحت میتونید خطوط صاف رو بکشید. برای دایره هم همینه. شما وقتی از این زاویه دایره رو میبینید برگه رو اینوری کنید. حدوداً اگر بخواد اینجوری باشه، یعنی تمایل به بیزی شدن داشته باشه، شما تو زوایای دیگه متوجهش میشید. و اینم از این اولین تکلیف اسکچتون. و تکلیف بعدیمون، این تمرین بعدیمون مربوط به کشیدن اون تناسبات ماشین توی یک سری همین دوایر هستش که ما اینو قراره اونجا در بیاریم و اصول ابتدایی داستان از اونجا شروع میشه. و دیگه نکته من لازم نمیدونم بخوام بگم و موفق باشید. انشالله زودتر انجام بدید بچه‌ها. زودتر بریم برای تمرین جلسه بعد. فعلا خداحافظ.